سلام و عرض ادب. امیدوارم که ایام به کامتون باشه و حالتون خیلی خوب باشه و قطعا جلسات قبل رو به امید خدا دیدید. بچه توی این جلسه میخوام در مورد یک بخش خیلی مهمی از نرم افزار متاتریدر باهاتون صحبت بکنم که توی مباحث تحلیلی تو بحثای حرفه‌ای خیلی باید بهش توجه کنیم و ازش استفاده میبریم و اون چیزی نیست جز بحث تایم فریم و انواع تایم هایی که ما توش تحلیل میکنیم و معامله میکنیم. قبل از اینکه من راجع به تایم فریم صحبت کنم اول یه توضیح بهتون بدم. بچه من این زوم نمودار رو یکم بیشتر میکنم، یکم تنظیمات رو تغییر میدم. خب اینا رو بعد بهتون یاد میدم که چجوری این تنظیمات رو تغییر بدید. ببینید بچه ما اینجا هر کدوم از این به اصطلاح بهشون میگن شمع یا کندل، هر کدوم از اینایی که دارید میبینید یه دونه کندل اسمش هست، یعنی یه دونه شمع و به نمودارش میگن نمودار کندل استیک. اینا چیزایی هست که انشالله کامل یاد میگیرید، اصلا نگران نباشید. فقط میخوام بدونید تایم فریم چجوری لحاظ میشه. ببینید بچه این بالا یه باندی ما داریم که روش نوشته M1 M5 M15، حالا من فارسیشو میگم، حالا 30 دقیقه یا MC H1 H4 یا حالا H4 D1 W1 و MN. من اینو میگیرم بچه میارمش میذارمش این وسط. خب حالا اینا چیه و چرا اصلا من گفتم کندل و نمودار کندلی چیه؟ ببینید نگاه کنید، وقتی که ما M1 رو انتخاب میکنیم M مخفف مینت یا دقیقه هست و چیزی رو که اینجا به من نشون میده اینه که هر کدوم از این یه دونه کندل ها هر کدومش نمایانگر یک دقیقه هست. یعنی این کندل از اینجا مثلا ریخته اومده پایین، این 1 دقیقه بوده، این 1 دقیقه 1 دقیقه 1، یعنی من از اینجا مثلا 3 تا کندل بیام عقب، کلا از اینجا تا اینجا میشه 3 دقیقه. وقتی که من M5 رو انتخاب میکنم هر کدوم از این کندل ها نمایانگر 5 دقیقه هستن، یعنی 5 دقیقه طول میکشه تا این کندل باز بشه بسته بشه بیایم کندل بعدی. ببینید بچه کندل میاد توی اون بازه 5 دقیقه هرچی نوسان تو بازار انجام شده رو به من و تو نشون میده. خب حالا اینکه چجوری ما کندل رو بخونیم ان شاءالله تو مبحث کندل شناسی کامل راجبشون صحبت میکنیم. وقتی که میذاریم رو حالت M15 هر کدوم از این کندل ها نمایانگر 15 دقیقه است. بچه فقط یه چیزی هم خیلی از همین الان توجه کنید. نگاه کنید وقتی نمودار 1 دقیقه من رو M1 میذارم ببینید شکل نمودار چجوریه و روند مثلا صعودیه. وقتی میذارمش رو حالت M5 ببینید نمودار چجوری شد، حالا یه روندی که صعودی بوده نزولی بوده حالا دوباره میخواد صعودی بشه. و وقتی میذارمش M15 یه روند صعودی اینوری. یعنی میبینید هر تایم فریمی رو که عوض میکنید اصلا فرم نمودار تغییر میکنه. ان شاءالله اینا رو تو بحث تحلیل کامل میشکافیم و بازشون میکنیم. وقتی رو MC میذاریمش هر کدوم از این کندل ها نمایانگر 30 دقیقه هست، یعنی من 1 2 تا کندل 3 تا 4 تا که بیام عقب از اینجا تا اینجا 2 ساعت طول کشیده. خب حالا من میام روی حالت بعدی H1 از اینجا به بعد نگاه کنید بچه روشونم که بگیرید نوشته ها، میبینید MC رو نوشته 30 minutes در است یعنی 30 دقیقه، یا مثلا H1 رو نوشته 1 hour یعنی 1 ساعت. حالا hour رو هم من خیلی خارجی گفتم دیگه و H1 که بذاریم هر کدوم از این نمودارها میشه به اصطلاح 1 ساعت و میبینیم که اینجا بچه روند نزولی بوده. میبینید هر تایمی رو که عوض میکنیم شکل نمودار تغییر میکنه. وقتی که میریم روی H4 یا H4 میبینیم که این نمودار میشه 4 ساعته و هر کدوم از این کندل ها نمایانگر 4 ساعت هستن. بعد از اون میریم روی دیوان که روش بگیریم نوشته دیلی یعنی روزانه. حالا اینجا دیگه بچه هر کدوم از این کندل ها نمایانگر 1 روزن، یعنی 24 تا کندل 1 ساعته رفته این داخل، یا مثلا 6 تا کندل مثلا 4 ساعته داخل این هست. و دیگه حالا تایم فریم بالا میاد و مثلا از اینجا من 1 2 تا 3 تا که بیام عقب مثلا تا اینجا 3 روز کاری هست، 3 تا 24 ساعت. بعد از اون میریم روی W1 یا همون ویکلی. اینجا دیگه بچه هر کدوم از این کندل ها نمایانگر 1 هفته هست، یعنی من 1 2 3 4 تاشو که بشمارم میشه 4 هفته کاری. بچه حواستون باشه کندل ویکلی توی بازار فارکس شامل 5 تا کندل روزانه است بچه ها، دوشنبه، سه شنبه، چهارشنبه، پنج شنبه و جمعه، یعنی 5 روز کاری هست. حواستون به این موضوع باشه. یه موقع فکر نکنین این کندل
برای مثلا یک هفته هست و 7 روز هست. و مورد آخرم که MN یا همون مانتلی یا ماهانه که دیگه خیلی تایم فریم بزرگ و عجیب و غریبه. یعنی ما مثلا توی ویکلی که بذاریم نمودار رو بیاریم عقب، هنوز کلی گذشته نمودار رو داریم، ولی دیگه وقتی رو مانتلی میذاریم نگاه کنیم بچه‌ها کل نمودار از اینجا شروع میشه. یعنی مثلا این نمودار فرانکین، اینجا فرانکین هست، نمودار فرانکین کلا مثلا از سال 2014 ما اینجا نمودارش رو داریم حالا تو این بروکر. پس فهمیدیم که تایم فریم چیه و هر کدوم از این تایم فریم ها نماینگر چی هستن. حالا ایشالله توی بحث تحلیل کردن خیلی از سبک ها هست که ما نیاز داریم از چندین تایم فریم استفاده کنیم، مثلا تایم فریم 4 ساعته، 1 ساعته و 5 دقیقه بالفرض. توی خیلی از سبک ها ما فقط از یک تایم فریم استفاده میکنیم که اینها همه سبک های معاملاتی از شیوه های معاملاتی است که هرچی جلوتر بریم قطعا در موردش با هم صحبت خواهیم کرد. خب و در نهایت بچه حالا چیزی که ما راجع به تایم فریم ها باید بدونیم، اگر که ما نوسانگیر هستیم و حالا معاملات روزانه میکنیم و توی بازار فارکس هستیم، معمولاً نیازی به تایم فریم مثلا ماهانه و حتی هفتگی رو نخواهیم داشت. چرا؟ چون دامنه نوسانی این تحلیل ها بسیار بالا هست و مدت زمانی هم که ممکنه ما بخوایم از این تحلیل نتیجه بگیریم ممکنه خیلی طولانی بشه. و مثلا بچه من بالفرض میگم اگر که این پایین تصمیم به خرید گرفته بودم و مثلا هدفم هم این بالا بود، خب نگاه کنی 1 2 3 4 5 6 7 کندل و 7 از این کندل ها زمان برده تا به این بالا رسیده و این یعنی 7 هفته کاری. خب این خیلی دامنه بزرگیه و برای ماهایی که حسابهای منطقی و نسبتاً کوچیکی داریم، حالا منظورم از کوچیک حتی حساب زیر 100,000 200,000 دلار هم بچه حسابهای کوچیکی هست که معاملات این مدلی روش انجام نمیشه و ما هم تفکرمون تفکر نوسانگیری هست و مثل بانک‌ها و شرکت‌ها تفکراتی نداریم مبنی بر این که حالا سرمایه‌مون رو حفظ کنیم و حالا خیلی موارد دیگه. در نتیجه خیلی این تایما به دردمون نمیخوره. صرفاً فقط برای اینکه قدرت تحلیل خودمون رو بسنجیم میتونیم مثلا پیش‌بینی‌های بلند مدت برای بازار داشته باشیم. مثلا من خودم مثلا از 1-2 سال پیش 3 سال پیش همش پیش بینی رو این بود که نمودار مثلا یورو یو اس دی باید یک ریزشی رو داشته باشه و بیاد کف‌های قبلیش رو بزنه. خب بعد از مثلا 2-3 سال دیدم که خب آره این اتفاق افتاد. یا مثلا برای پوند ین من از سال 2000 مثلا 16 اگه اشتباه نکنم 16 17 پیش بینی اینو داشتم که پوند ین بیاد محدوده 160 تا 170، ولی توی یک بازی بلند مدت. چرا؟ چون تحلیل مثلا ماهانه هست. بالفرض الان ما توی این تحلیل مثلا طبق تحلیل بررسی میکنیم این یک روند حرکتیه، حالا ما انتظار داریم که از این محدوده ها مثلا ما یک ریزشی رو داشته باشیم تا مثلا این محدوده. اینا بچه مثاله ها. خب بعد از اینجا تا اینجایی که من دستم هست این ابزار رو هم جلسه بعد ان شاءالله بهتون یاد میدم. مثلا 20 تا کندل میشه بچه‌ها. میبینید این عدد اولی که نوشته تعداد کندل است. مثلا 20 تا 21 کندل میشه و این 20 کندل 20 ماهه و این تحلیل برای منی که میخوام معامله گری کنم اصلا کارایی نداره. ایشالله تو بحث تایم فریم با هم بیشتر صحبت میکنیم، بیشتر کار میکنیم. فقط میخواستم ماهیت تایم فریم رو بدونید که به چه دردی میخوره، دقیقاً چه چیزی رو تو نمودار به من نشون میده. تا ایشالله جلسات بعد. دمتون گرم. حتما تمرین کنید، جلسات رو مو به مو ببینید، بیاین جلو یادداشت برداری کنید تا جلسه بعد نرم افزار که تمام بشه وارد بحث تحلیل میشیم. دمتون گرم.